دوستان ناظرین خواستم موضوع شدم من یک میز حاضر کردم که یک بله دوستان ناظرین من سوار قطار سوار اتوبوس شدم. حالا با هم دیگه ماری خرید ببینید که ما چی ها میخرید و شما برای شما امروز یک ویدیوی خرید میذارم که ببینید مغازه اینجا چی ها داره و چی ها ما میتونی از اینجا بخرید و چه چیزایی داخل مارکت اینجا پیدا میشه. خواستم این ویدیو را با شما به اشتراک بذارم دیگه. الان باری بیرون با ما باشد. چند تصویر از بیرون نشان میدم دیده باشد. دوستان نازنین من از اتوبوس تا شدم گله رسیدم نزدیک مارکت. ببینید اینجا چی داره و چی میتونم بخرم دیگه. با ما باشه شما دیگه. هم مغازه آلدی امروز آمدم آلدی. این منطقه ای که بسیار زیبا هست در آو. خلاص ناظرین امروز روز متعطیه دیگه. گلای زیبا رو داده این رشته و تخفیف هم زده اینا را. دل نبود که یک دسته گل بخرم ولی خود دکتر من خریده بود. این گلای مقبول و قشنگه خیلی عراض شده. این بسیار تازه و قشنگه. 30 فرانک که خریده فعلا دیگه. برو ببینید داخل چی ها ما میتونی بخری. از اینجا یک سبد میگری و وارد مغازه میشه. و اینه که فرنگی و کسته اینجا تخلیف زده. خربوزه که برایش خوب نیست بخاطر که عملی نشده. اینجا ببینم دیگه چی میتونم شوشه بخرم. این دیوانه موقع شما ببینید که این دیوانه آناناس هسته. ببینیم چی ها داره. بعد از او شما اون یه ویدیو گرفتنه. این اینجا گلشته گل بزرگ که 9 فرانکه. اونا صورت یک دسته گلی کوچیک خریده دیگه. این تو چیزا رو داره اینجا. فعلا من میخوایم چی باید بگیرم از این گرجا. یک بسته بگیرم. خیال باید بگیرم یک دنه برای سلات. هم خیال دیگه. هم داخل مارکت دیگه ببینیم چی داره اینجا. چه چیزایی داره با ما باشد. این شامپوی کلان کلانه کنم تقریبا 9 فرانکی کده. و این اینجا خمیر ماشین که من خیلی دیگه خمیر ماشین نیاز دارم. در اینجا هسته نمیدارم بگیرم یا نه.
دوستان نازنین اینی کفشای کاره. اینجا جوراب داره که دختران جورابش کلا خراب شده، اینا را نگاه بپاشه چون پسرانه. حالا چی ما میتونی از آلدی بخری؟ این کاپشن هم هست، خیلی کاپشن های قشنگه ولی نمیدن دخترانه یا پسرانه، نشان نمیدن. رنگ قشنگ داره، چند رنگ هم داره. این هم مدلی تابکیشه. اینجا جوراب داره. جوراب باشه چنده؟ لباس ورزش این لباس ورزشه XL دانی 1.5 فرانکه. این لباس کام هسته. اینجا کسا بخش گوشتایشه که من 2 بسته مرغ گرفتم برای کبابی. بعد دیگه دوستای نازنین دیگه طرف کسا مواد شوینده و اینزی فرشای دمیدر و این تو چیزا داره دیگه. مور خانه ببینم کار از ما دیگه اینجا تمام شد. یک بسته جوراب گرفتم، 2 بسته مرغ دیگه. ببینید کاپشنایش چه خمکینا رو ببینید برای موری خانه دیگه. سلام دوستای نازنین، خوش آمدید در آشپزخانه از ما. خوب خوش باشه دوستای نازنین. شما میتونید ببینید ما اینجا دستگاه سرخ کردنی داریم. امروز میخوایم یک کباب مرغ با سیب زمینی سرخ کردنی جور کنید. داخل ازی شما بینیده باشید. ما الان داخل ازی روغن میندازی. کلچه دیگه تقریبا 1 کنون 2 لیتر روغن میخواد. 2 لیتر روغن بعد داخل ازی خالی کنی. خب دیگه شم خالی کن. از اون گوشه بالنسبه از اون گوشه آره مثلا از 1 لیتر روغن انداختی ببینید. حالا 1 لیتر روغن دیگه دوباره باید اینجا بنزی. اینجا بنز که تیت نشونه. یعنی دوستای نازنین باید روغن چه خیلی زیاد باشه، توی روغنی کم نموشه. یه خودش برو بالکن بذار دیگه. دوستای نازنین این رو روشن میکنیم بذاری. این روشن کردم الان میذارم داغ به شما بیننده باشه. اینی هم مرغ اخته شده. اینی هم سیب زمینی خلال. منتظر باشد که ببینیم کباب از ما روش چقدر میه. من دوستان از این تست میکنیم که این داغ آمده یا نه. خب داغ آمده. الان ما سیب زمینی را
یک دفعه که نمیشه باید داخل از بینزم باید دو قسمت کنم. داغ بود واقعا چقدر میشه من میندازم جا دارم نیست. دیگه سیب زمینی سرخ کردم باشه سرازشون میگه چه وقتا تا سرخ میشه دیگه باشه که مرغا را داخل جو بینزیم مرغایش چقدر میشه مرغ همینجا آماده هزیهش ممکنه در زیرا خوبشه که دسته کنی که روغن در جای تیک نشونه خوبی رو هم داره دیگه باشه کنم اول سرنازه از روغن میکشم شد سرخ شده یک چند دقیقه اینجا نگرم دارم که روغناشی بریزه شاید سیب زمینیش خشک و خوب شد از سیب زمینیشی حالا مرغا را داخل چه میذارم بسم الله مرغا داخل چی انداخته خوشحال مرغا داخل چند و درش بستم کن چون مرغا ولی کم کم شونه درش رو بستم کن اون طرف این اینجا ما باید سیب زمینی رو کم نمک بزنم چون نمک نداره سیب زمینی ها کم نمک زدم قبل از که مرغا سرخ شده ما اینجا کمک کره یا دندنه را ششتم یک از آشنای ما رایی کرده بود این سیب زمینی سرخ شده اینجا گوجه خیال خورد کردم اینجا نانایی که نکرده بودم از اینا استفاده کردم اینجا مدل دیکورش دم میتونه خیلی از این کبابا بخوریم فعلا این را زیر کردم اینجا بذارم با مرغ از ما ازش را بری سر بزنید در مرغ که مش چطوره در از رواز مونه اینجا بقید چه بطمانیاک درش میبینید که هم نمیده دال سرخ شدنه ببینید جوش میکنه داخل روغن دیگه با مرغ باشه دامه سرخ نشده مرغاش میذارم مرغ کاملا سرخ شده سرازمین اینجاش میبینید سیب زمینی این درجهش پیازه این درجهش مرغ این درجه دیگهش هم مایه دیگه اینجا سبزیجات بکنم سبزیجات اینجا گوشت و ماهی و سیب زمینیش تا این درجه مرغ درجهش برای سیب زمینی شده دیگه قابل باشه که هیچ هم میشه اول سرازمین شده میبینید که اینجا مرغ کاملا سرخ شده نگر میدارم رنگش خوب شده ولی در تصویر نه چرا میره سیاه نشان میده کاملا مرغ سرخ شده الان ایرم میزنم روغن چه گرفته شونه
میاریم اینجا خالی میکنیم کشی نانا میذارم سر جایشی. ببینید که یمی در تورد خوب شی. اینا سرخ شده. امیدوارم که خوش اومده باشد. امشب ما یک جشن رزگرد گرفته بودیم و دارم خواستم با شما به اشتراک بذاری دیگه شما بیننده باشید. دوستان نازنین غذا ما اینجا حاضر شده. امیدوارم که شما خوش اومده باشه. خوش اومد. ویدیو رو لایک سابسکرایب فراموش نکنید. دوستان نازنین اینجا کنم